ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سعید علی همدانی. میر سعید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. هست دایم سلطنت در معرفت. میر سعید علی همدانی با آثار گرانبهای خود که اساس آنها را درک درست مسئله های فلسفی و حکمت و اخلاق و ادب تشکیل می دهند در تمدن شرق مقام برجسته دارد. وی پیش از همه مقام و منزلت انسان را همه جانبه تحقیق کرده نقش او را در تشکل و گسترش عملهای صالح و سازنده بسا پرارزش دانسته است. میر سعید علی همدانی با کوشش زیادی پدر بزرگوارش که یکی از شخصان با نفوذ و صاحب معرفت زمان به حساب می رفت، از آوان خردی با آموختن قرآن، علمهای صرف و نحو، شریعت، کلام، حکمت، حساب، ریاضی و قرائت مشغول شده از بزرگترین علما و دانشمندان دور سبق گرفت و صاحب دانش و فضیلت و جهانبینی وسیع گردید. همین دانش وسیع با او امکان داد که در دوام عمر با برکت خود از روی بعضی سرچشمه ها 70 و طبق اخبار دیگر 146 رساله خرد و بزرگ فلسفی و ادبی تالیف نماید که با مسئله های مهم فلسفی، تصوف، جریان های آن و دیگر مسئله های ارزشمند اخلاقی و معنوی بخشیده شدند. دانش و معرفت پروسعت امیر همدانی نامش را در یک دوره کوتاه شهرتیار نمود و عقیده های وی در تمام قلمرو ایران، یک قسم هندوستان، پاکستان و عربستان پهن گردیده در این کشورها مکتب های بزرگ پیروان او تأسیس یافتند. شاگردان و طرفداران این عارف پاک ضمیر بینش نظری و عقیده های عرفانی او را تکمیل داده مقام و نام او را باز هم مشهورتر گردانیدند. شهرت و مقام بزرگ همدانی خراسان و ماوراءالنهر را نیز فرا گرفته بعد مسافرتش به مشهد و هرات، بلخ و ختلان و بدخشان در این جایها دلباختگان و مریدان و همصفان زیاد پیدا می نماید. امیر همدانی بعد سفر به دیار مردم مهمان نواز و فرهنگ پرور ختلان واخوری و صحبت‌ها با طبقه های مختلف و شناساییش با ساکنان شهر باستانی کلاب در این مکان محبوبیت باز هم بیشتر پیدا کرده این جای را همچون مرکز تبلیغ عقیده های عرفانی خود انتخاب می نماید و چند مدت در این مکان با کارهای تعلیمی و معرفتی مشغول می گردد. سپس باز به مسافرت برآمده در شهر و ولایات مختلف با عارفان و دانشمندان زیاد واخورده با آنها بحث ها می آراید و عاقبت در مضافات کنر افغانستان وفات می کند. شاگردان و مریدان صادق وی طبق وصیتش جسد او را به کلاب می آرند و در این شهر به خاک می سپارند. از سال 1386 یعنی از آخر عصر 14 تا به امروز شهر کلاب و مردم تاجیک منزل آخرت این بزرگمرد مشرق زمین را گرامی داشته به شخصیت و آثارش احترام و اعتقاد خاصه می گذارند. میر سعید علی همدانی با فضیلت‌های نیک انسانی و دانش وسیع خود در سرزمین تاجیکان طرفداران و شاگردان زیاد پیدا نموده در تربیه آنها نقش سزاوار گذاشت و به این وسیله نام خود را در خاطره تاریخی خلق تاجیک جاویدان گردانید. پیش از استقلالیت دولتی با شخصیت و آثار علی همدانی تنها یک گروه خرد عالمان و دانشمندان شناسایی داشتند، اما بعد صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان و با تشبث حکومت کشور دایر کردن جشن 680 سالگی و 700 سالگی این شخصیت بزرگ نام میر سعید علی همدانی ورد زبان خرد و بزرگ شده مقام و مرتبهش شهرت ارزنده و سزاوار پیدا کرد. امروزها آثار او به زبانهای مختلف دنیا چاپ شده عقیده های انسان دوستانش پسند دوستداران حکمت و ادب و عرفان و تصوف گردیدند. امیر همدانی در شناخت نظریه معرفت و طریقت اصلاحات کلی وارد نموده در این جاده درجه حکیم بی‌نظیر را صاحب شد. او در زمینه این بینش فلسفی به ماهیت و حقیقت عمر انسانی بهای سزاوار داده راههای رسیدن به سعادت دنیوی را روشن نموده است. مخصوصاً در رساله های کشف الحقایق، قدسیه، شرح فصوص الحکم، رساله عقلیه، رساله وجودیه
رساله معرفت نفس انسانی و آثار دیگرش عقیده‌های فلسفی خود را گنجانیده صفت‌های پاک و حمیده انسانی را همچون محور کائنات توضیح داده است.